قاعده 62 علت شرک و کفر امتهای قبلی را در تطبیق قانون بدانیم. ما و شما قبلا ما گفته عمر رضی الله تعالی عنه را که گفته بود که تارهای ریسمان اسلام روز به روز اما تو از هم پاشیده میشه، از بین میره. وقتی که در اسلام کسایی پیدا شود که اینا عصر جاهلیت نشناسن، کله چې داسې خلق پیدا سی په اسلام کې چې دوی جاهلیت نه پیژني، نو دا خلق چې جاهلیت نه پیژني په نامه د اسلام کله کله دوی د جاهلانو په اعمالو مبتلا کیږي او نه پوهیږي. ای به خاطر از این هست عصر جاهلیت که در قرآن عظیم الشان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریح شده تا که ما مثل که یک مرض مشناسی پیش از اینکه به اون مرض مبتلا شوی خدا وقایه میکنی. این حال در قرآن عظیم الشان درباره امی مشکلی که اونا داشتن آیات و احادیث زیاد آمده. صاحب تفسیر المنار یکی از تفاسیر بسیار معتبر است، به زبان عربی است. این میگه که و شرک و فی الربوبیه، میگه خود شرک در ربوبیت الله چی است. بعضی کسا میگه من قبول دارم که الله رب العالمین است، کلگی در قرآن میخوانه که الله رب العالمین است، اما در ربوبیت الله شریک کردن میگه چه قسم است؟ والاخذ بالشيء من احکام الدین والحلال والحرام عن بعض البشر دون الوحی. میگه اگر کسی الاخذ گرفتن چیزی از احکام دین که مربوط به حلال والحلال والحرام یا چیزایی که مربوط به حلال حرام میشه ایره از بشر بگیری دون الوحی، بدون وحی. وقتی که یک نفر قوانین خدا به اساس فکر و عقل بشر میسازه و به وحی که کتاب الله هست و سنت رسول الله هست در این راستا مراجعه نمیکنه، این میگه شرک در ربوبیت است. تمام روز میگی الحمدلله رب العالمین، اما در زبانت میگی اما قلبا قانون از کی میگیری؟ از بشر میگیری. میگه نمی شرک در ربوبیت الله هست. از این خاطر خالق متعال علت کفر و مشرک شدن امتهای قبلی را بیان کرده. مثلا علت کفر قریشی ها در عصر جاهلیت چی بود؟ قریشی ها چرا کافر شدن؟ اونا که میگفتن ما پیروان ابراهیم علیه السلام هستیم، پیروان اسماعیل علیه السلام هستیم. چرا با وجود از اینکه میگفتن ما پیروان ابراهیم و اسماعیل هستیم، کلی خانه کعبه هم پیششان بود، حجر الاسود هم پیش از اینا بود، صفا و مروه هم پیش از اینا بود، اماکن مقدسه مکه و مدینه کلش، مکه خصوصا در تصرف کی بود؟ قریشی ها بود. خب اینا چرا کافر شدن؟ الله متعال میگه که علت کفر قریشی ها چی بود؟ و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. وقتی برشان گفته میشه و اذا قیل، و وقتی که گفته میشد لهم برزمی قریشی ها اتبعوا ما انزل الله، از آنچه که الله نازل کرده متابعت بکنین، قالوا میگفتن بل نتبعوا، بلکه ما متابعت میکنیم ما الفینا علیه آباءنا، چیزی که ما الفت گرفتیم از پدرای ما. اتسش دموگل پلرو نپاتیدن، دمیدو نپاتیدن، باباگانو نپاتیدن، مونگ بغیر دویل قانون و دویل دو رواجونه دبل چه قانون نمانو. دا دو جاهلیت خبره. اوسا مکم خلق چه جاهلی فکرو نلری تروس پوری مثلا سام اسلام دودی په مغزو کنه دا داخل هم دا خبره کوي. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی برشان گفته میشه که متابعت کنید از ما انزل الله، میگه چیزی که پدرای ماست. شما ببینن بسیاری کساس وقتی برش بگه که الله این تو میگه نه صاحب رواج ماست، اینی گپ نیست در اسلام، میگه نه صاحب رواج ماست، اینی کارا نکن نه صاحب رواج ماست. ایناله عین گپ مردم جاهلیت میگن، پس اونا کافر شدن. الله میگه و اذا قیل لهم، این سر مردم ما و شما بسیاری مردمایی که رواج پرست هستن و قوم پرست هستن، حتی در مشکلات خود به عوض از اینکه به کتاب الله و سنت رسول الله مراجعه کنن میگن نه ما میریم جرگمار داریم، مون جرگماران لرو اقوی به فیصله کی. از این خاطر مثلا امیال بسیاری کساس این در شرک مبتلا میشه، در کفر مبتلا میشه لکن نمیفهمه. الله میگه و فی القصاص حیات یا اولی الباب، یعنی قاتل قصاص باید شود.
جرگمار چی میگه؟ میگه بعد ورکی. الله میگه برای دختر که ازدواج میکنی مهر بده، بر خودش بده. مردم میگن نه، رواج ما هست که باید 5 لک روپیه پدرش را جیب خود بگذاره و الوهر باید باشه، تویانه باید باشه. اینا الله میگه که اینا چرا کافر شدن؟ اینا کسی اگر قرآن بفهمه و می آیت قرآن دقیق بفهمه، هیچ وقت از رواج هایی که ضد قرآن و سنت است، از عنعناتی که ضد قرآن و سنت است، از این پیروی نمیکنه. الله متعال ببین، الله همه چیز در قرآن بیان کرده، ولی مشکلی است که بسیاری کسا قرآن باز نمیکنن. وقتی که مثلا میری در یک مسجد، میری یک نفر 1 ساعت خطبه میگه، کلش قصه های خرافاتی رو شروع میکنه در سر منبر. او برادر عزیز، منبر برازی است که قرآن در دستت باشه و بخوانی از این قرآن. برادرای عزیز، آیات قرآن این تو میگه، این احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله این تو میگه که مردم بفهمن. عالمی آیات چند نفر مردم دقیق میفهمن. الله میگه و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. الله وقتی که عصر جاهلیت و عقیدهش تشریح میکنه، قرآن میگه عقیده عصر جاهلیت چی بود که ما رو جاهل گفتیم. وقتی که برشان گفتم میشد اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع، بلکه ما متابعت میکنیم ما از آنچه که الفینا الفت گرفتیم، عادت گرفتیم، علیه بر آن آباءنا، از پدران ما. الله میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. آیا پدرایشان چنین نبودن که لا یعقلون شیئا، عقل نداشتن، از عقل خود کار نگرفته بودن؟ حالا تصور کو پدر کلانت از عقل خود کار نگرفت، ولا یهتدون، و هدایت هم نشده بود. پس تو میری از اون کسی که الله میگه نه عقل داشت و نه هدایت شده بود، از اون تقلید میکنی. مشکل تقلید در این نقطه هست. تقلیدی که در عقیده هر کس تقلید میکنه اینو میگه. پس از این خاطر وقت پیش یک اندو میری برش بحث میکنی که حال تو با وجود از که تو یک دانشمند هستی، فامیده هستی، دکترا داری، کامپیوتر دستی، که این چطور مثلا یک آدمه که عکسش بالا سر کلید بند کردی، بینی فیلم چه انسان، این چی کمال بر تو رسانده میتونه؟ میگه این برکت ما گپ نزن، این رواج از پدرای ما مانده، ما این باره بحث نمیکنیم. هیچ دیگه برکت بحث نمیکنیم. سبحان الله. این مشکل است از عصر جاهلیت. پس کسانی که امی صفت داشته باشن، ولو که در عصر امروزی زندگی بکنن، این انسان جاهلی هست. این پیش الله در روز قیامت. عالم کی هست پیش الله؟ عالم او هست که معلومات ساینسی از او، معلومات جغرافیایی از او، معلومات فلسفی از او، معلومات عقلانی از او، معلومات کتابی از او، معلومات از او در مورد پیغمبر، در مورد کتاب‌های آسمانی، این مجموعه علومی که داره ایره به وحدانیت الله و وجود الله چی کنه؟ برسانه. در صورتی که تو ساینس بفهمی، ساینس تو را به وحدانیت الله نرسان، علم تو را به وحدانیت الله، وجود و وحدانیت الله نرسان، باز هم امو گپای جاهلیت و پیش الله جاهل هستن. مشکل اهل کتاب الله میگه که اونا ادعا میکردن، مثلا اینا هم در عصر جاهلیت زندگی میکنن، اینا رو هم جاهل میگن. اونا چی مشکل داشتن؟ مثلا یک تعداد میگفتن ما پیروای موسی علیه السلام هستیم، یهودی ها میگفتن. نصرانی ها چی میگفتن ما پیروای عیسی علیه السلام هستیم. الله متعال میگه که یا دروغ میگن، اینا پیروی موسی را هم نمیکنن، پیروی عیسی را هم نمیکنن. مشکلشان چی بود؟ الله میگه که اتخذوا، گرفتن کی؟ همه اهل کتاب، احبارهم، احبار علمای خودن، علمای یهود، علمای درباری که آمدن به خاطر نفس خود کار میکردن، به خاطر اونمو رهبریت یا امو پادشاه ها یا اونمو حاکمایی که اونا ضد شریعت موسی بودن، ضد شریعت عیسی علیه السلام بودن. اینا چی میکردن؟ این علمای خدا چی کردن؟ اتخذوا احبارهم، علمای خدا، و رهبانهم، و اونم کسایی که متصوف میگن یا راهب و راهبه که تارکین دنیا بودن. میگه یارا چی گرفتن؟ اربابن. سایکو چی گرفتن؟ ارباب جمع چی است؟ جمع رب است. یا رب العالمین رب خود نگرفتن. الله شهادت میده در قرآن میگه یا دروغ میگن. اتخذوا احبارهم و ارباب رهبانهم، یا اونا را علمای خدا و گوشنشینای خدا چی گرفتن؟ ارباب، رب گرفتن، ربهای خود گرفتن.
حتی در افغانستان ما و شما بسیاری کسا خانه خود خدای خود میفتن، میگی خانه منطقه است دادمون خدای ده. از این خاطر تا همیال در ایران و در افغانستان ارباب فلانی خان ارباب فلانی خان نیست رواج، اصل نیست. همیال هم کلمه کفری همیال هم در بین بسیاری مردم ها رواج است. خلاص گمش که طرفایش چی میکنی؟ یعنی بسیاری کسا دست تا خانش ندوان. خب همیشه وقتی که یک چیز رو میگی برش میگی مثلا اینی عیب هست، اینمی کلمه که تو میگه ارباب فلانی، ارباب یعنی جمع ارباب، ما میگه خدایان، او عربی جور کردن ارباب. پس الله میگه اینا دروغ میگه، پیرو عیسی و موسی علیه السلام نیستن. اینا علمای درباری، علمایی که ضد کتاب الله و ضد سنت پیغمبر فتوا میداد و به نفع شکمهای خود کار میکردن، به خاطر چوکی کار میکردن. اونا را اینا چی گرفته بودن؟ معبودان خود گرفته بودن من دون الله و غیر از الله. و المسیح و دیگه مشکلشانی بود که اینا مسیح عیسی پسر مریم خدای خود گرفتن، معبود خود گرفتن. و ما امیرو این گپا را که یا میزنن بازی مردمای مشرک و مردمای کافر، مشکلشان چی است؟ بازی ها میگن که اینمی کارا که ما میکنیم میخواد در کتابای ما آمدن، اینه بیا که ما در کتاب برد بکشم، در توراتی گپ آمدن، اینه در انجیل آمدن. ای الله متعال میگه و ما امیرو، یا دروغ میگن یا امر نشده بودن الا لیعبدوا الها واحدا. امر الله بر از بود که فقط معبود یگانه را عبادت کنن، نه عیسی را عبادت کنن، نه علمای خود رب خود بگیرن، نه راهبای خود، نه هیچ. سبحانه لا اله و ما امروا، امر نشدن الا مگر لیعبدوا، تا عبادت بکنن الها واحدا، اله یگانه را. لا اله، نیست هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود الا هو، مگر او که الله هست. سبحانه، پاک است اما از آن چیزی که یشرکون شرک می آوردن. خب ببینن بعضی اوقات وقتی که پیغمبر میاد آدم دین از زبان پیغمبر درست نفهمه. حتی بسیاری وقتا صحابه اشتباه داشتن، میامدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتن و رسول الله صلی الله علیه و سلم در آیات قرآن برشان یک مشکل پیدا میشد. حالا بسیاری کسان میگه من قرآن نمیخوام خودم بفهمم، هیچ حاجت به تفسیر نیست، هیچ حاجت به مثلا فهم صحابه نیست، هیچ حاجت به حدیث نیست. این دروغ میگن یا دین نمیخواین، به خاطر از اینکه حتی بسیاری از صحابه وقتی که آیات میخواندن معنیش درست نمیفهمیدن. چرا؟ انسان متاثر به محیط است. وقتی که این آیت شریف تلاوت شد در حدیث شریف میگه وقتی که این آیت تلاوت شد عن عدی ابن حاتم، ببینید عدی ابن حاتم یک صحابی جلیل قدر است. این میگه ما آمدم اتیت النبی صلی الله علیه و سلم. عدی ابن حاتم این چی کرد؟ قبلا نصرانی بود، کریستیان بود. میگه آمد پیش امی، میگه من پیرو عیسی علیه السلام هستم و کسایی که میگفتن ما پیرو عیسی علیه السلام هستم دروغ میگفتن. عیسی علیه السلام نمیگفتن که پیغمبر الله هست، میگفتن پسر الله هست. عند معاصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم این گپا میزدن، حال نیست نو. پس وقتی که این گپا میزدن خودش میگه ما آمدیم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و فی عنق صلیب من ذهب، در گردن ما صلیب، همین قسمی که تو جمع واری، این قسمی یک جمع وارو جور میکنن، نه این صلیب است. میگه این قسم صلیب، این صلیب چی معنی؟ معنی از صلیبی معنی که یه علامت است از در دار آویخته شدن عیسی مسیح علیه السلام. میگه او در دار الله بچه خدا فرستاد، با زیر مردم در دار آویزان کردن، باز گناههای ما را بخشید. و قرآن میگه و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، نه قتلش کرده تانستن، نه در صلیب یک شبهه کردن، خیسن یک نفر از خودن کشتن، خیال کردن که عیسی مسیح هست و چطور است اعتقادات باطل. به هر صورت این میگه من مسلمان شده بودم لکن آمدم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، مسلمان شده و صحابی شدن، لکن نه آمده دیگه قبلا در دین قبلی بود، حالا مسلمان شدن. میگه آمدم و در گردنم کلان یک دانه صلیب است. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم خب مثل ما و شما رو دیپلماسی نمیکرد که یک کس در یک جرم، در یک گناه، در یک غلطی، در یک کفر، در یک شرک ببینه بگه نه خیر از باز فلانی دیگه بگیم که تو در این شرک مبتلا هستی، خفه میشه. متوجه هستین؟ آخر چی است؟ مثل که او روز همینجا کسی شیشته بود، 5 دقیقه من رفتم در پیش شیشتم، در وسط همین 4 رکعت ختم. خوب خدا دیندار و موحد و یکتا پرست هم میگیره. باز چی میگه؟ قصه رو شروع کرد. والا مولوی صاحب ده خواغنی که چه فلانی خیرات که آسمان که دولو و هلسین. دیدی امروز ما براتون گفتم که یک مطلب است در بین افغانستان بسیاری کسا آدمی کافر میشه لکن بیچاره نمیفهمه. بگه در آسمان یک ملائکه است، در پیشش دول است. الله میگه ملائکه معصوم است، ملائکه
از این فسق و فجور و گناه های صغیره و کبیره پاک است. این باز چی میگه؟ دول فسق است نیست؟ دول چی فاسق است نیست؟ خب وقتی که تو بدر کلان تا باید بگویه که با پدر کلانت دول چی بود؟ که حتی جنگ میکنن. خب پدر کلانش که معصوم هم نبود، اما ملائکه معصوم چی میگن؟ میگه پیشش دول است. و این بسیار زیاد تکرار میکنن، متاسفانه توهین میکنن به ملائکه و توهین به مقدسات. ما شما خواندیم سبب کفر یک نفر میشه. و یعنی میگه یک دانه دول است، باز مثلا توهین میکنن به علمای اسلام. و این میگه خب ملایان رو توایم برای من برو سیشتر میگه من خب ملایان نمیگه، من افتم اولین ملا رسول الله صلی الله علیه و سلم. ملا شما کی رو میگین؟ کسی که شریعت الله رو برای مردم چی میکنه؟ تطبیق میکنه. تو که توهین میکنی به ملا و مولوی و عالم دین که توهین میکنی، آیا ابوبکر صدیق یک ملا و مولوی نبود؟ خب ما که قرآن خواندیم ما رو ملا میگیم، ما که هیچ قرآن صحیح یادم نداریم یا بسیار ضعیف هستیم، احادیث حفظ نداریم. اونا که کل از قرآن و حدیث حفظ داشتن و کلش چی بودن؟ ابوبکر صدیق ملا نبود؟ اگر کسی قرآن میخونه و اگر کسی حدیث میخونه این ملا میگین. اولین ملا و مولوی به زبان ما و شما از کجا شروع میشه؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع میشه، صحابه شروع میشه. باز تو میگید که ملاها اگر یک ملا صدقه بتن، لعنت الله سر کسی که همین مطلب جور کرده و در بین مردم نشر کرده، هر کافر و بیدین و مرتد که بودن. در حالی که تو وقتی که میفهمی عثمان رضی الله تعالی عنه از موضوع که خوب عالم بود، خوب ملا بود، خوب مولوی بود، خوب دین میفهمید، خوب پیرو قرآن و سنت بود، وقتی که یک لشکر مکمل جیش الاسره میرفت، بسته مکمل یک لشکر چی کرد؟ این کل مصرفش پرداشت، کلش. یک نفر ملا و مولوی و پیرو قرآن و پیرو سنت. یک وقت در عصر عمر رضی الله تعالی عنه قحطی شد. وقتی که قحطی شد مردم آمدن پیش عمر رضی الله تعالی عنه شکایت کردن. گفتن عمر، گفتن بله، گفت یک کاروان قحطی است، مردم گندم نداره، آرد نداره، روغن نداره، بسیار وضعیت خراب است. ولی یک کاروان بسیار بزرگ است که تقریبا چقدر شتر است، ای از شام در حرکت است، آمده در نزدیک مکه هست، در نزدیک مدینه هست و مربوط عثمان رضی الله تعالی عنه است. او خود تجارش مثل تجارای ما و شما به غیرت نبود که 50 دفعه برش گفته میشد که یک دروازه یک مسجد هست این میره یک پیسه شبته 50 دفعه قسمی نبوده. وقتی اگه الله بر شما تو پیسه داده بود اما تو ایمان داده بود. الله آدم پیسه بده با ایمان. اگر نه که نمیته هیچ هم پیسه بیماری که باز پیسه در روز آخرت برجی در پشت باشه، اما تو با غش پیدا کرده باشه، باز بود فرقش بار باشه، اما تو گرد بگردن دیگه. عثمان رضی الله تعالی مردم آمدن گفتن یا امیر المؤمنین، عثمان کاروانش رسید ولی یک مشکل داره. ما رفتیم پیشش، تجارای مدینه، دکاندارای مدینه شکایت کردن. گفت ما رفتیم پیشش که همی غذایی را که آوردی از اونجا بسیار قحطی است، کل مردم محتاج هستن، چقدر فایده میگیری که برات بدیم؟ میگه برش گفتیم که مثلا سیر 10 مثلا روپا خریدیم ما 20 روپا میدیم. میگه عثمان گفت که چی هستن؟ ما 10 چند 10 روپا که خریدیم 100 روپا. میگه وا، گفتن که برادر 2 چند دیگه 3 چند دیگه هر قدر روزور کرد. میگه نه 10 چند. آمدن پیشش شکایت کردن، گفتن 10 چند است. تو واقعا نمیفهمیدن. عمر رضی الله عنه گفتن، عمر رضی الله عنه گفت که شما عثمان رو نمیشناسین، تجارت هستین، خب هنوز عقلتان کار نمیکنه، دکاندار شدین، خب هنوز نامتان است که دکان دارین، یک تا کانم ندارین. گفت که چطور گپ هستن؟ گفت باش که بیای عثمان سعی کنین اصل گپ بیاد. عثمان رضی الله عنه که رسید، عثمان گفت، عمر رضی الله عنه برش گفت که عثمان چی میگه این دکان داره؟ گفت راست میگه سید، راست میگه. گفت ولی راست میگه، از 10 چند قحطیز سختیز، مردم محتاج است، مجبور هستن بخرن. از 10 چند 9 چند هم قبول ندارم. کلگی دکاندار هم ایران مانده که چطور با جرأت در مقابل امیرالمومنین که اگر پا میزنه. گفت صاحب فقط آمدیم از خودت اجازه بدی، امیرالمومنین هستی، امیر ما هستی.
معامله کتی الله هست، از کس پیسه میسه نمیگیرن، مخلوقات یا چیز که برای بفروش. کتی الله تجارت میکنه. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تجارت کتی الله، تؤمنون بالله، ایمان به الله و تجاهدون فی سبیله. پس اینجا عثمان رضی الله تعالی عنه چی گفت؟ عثمان رضی الله تعالی عنه گفت که من کل امیر بسته قافله خود به نام الله میتونم که الله باز برای من میتونه 10 چند بده، کمش 10 چند است، زیادش 700 چند و بیشتر از او به علم غیب الله است. اونا این قسم بودن. به هر صورت گپ سر از این هست که اینا اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. پس این صحابی مبارک آمد و برشان گفت که من آمدم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فوراً وقتی که مشکل را دید، در گردنم صلیب بود. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ گفت اطرح عنك هذا الوثن. چی کن؟ ای بت از گردن تو سپرتو. اطرح. تو چطور مسلمان شدی و کلمه میخوانی و هنوزم آثار کفر در گردن تو هست؟ اطرح عنك هذا الوثن. خوبی صحابی فوراً وقتی که نه مسلمان شده میگیره و اوسو میپرده و سمعته یقرأ فی سوره براءه. میگه دیدم که رسول الله صلی الله علیه و آله امی آیت در سوره براءه خوانده میره که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. میگه رسول الله صلی الله علیه و آله عدی ابن حاتم فکر میکرد که رب وقتی یک کس رو میگیری که تو برو رکوع بکنی و سجده بکنی، عبادت ها رو برای انجام بدی. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که حتی در بعضی احادیث دیگه میگه که خود عدی ابن حاتم میگه من برش گفتم که یا رسول الله ما خو علما و راهبای خود چی نمیکردیم، پرستش نمیکردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که وقتی اونا حلال الله را حرام میکردن و حرام الله را حلال میکردن، شما از اونا متابعت میکردین؟ گفت بلی کار میکردین. گفت این پرستش است. یعنی معنی چی است؟ پرستش است. یعنی پرستش تنهایی نیست تو به یک کس سجده کنی، وقتی که قانون از او را که ضد شریعت الله هست او را سر تطبیق کردی، اونمون شخصی که بر تو قانون جور میکنه اینه میره تو ربت گرفتی. از این خاطر گفت مشکل کفر یهود و نصارا چی بود که اینا علما و راهبای خود صلاحیت ربوبیت دادن، اونا را اله معبود خود گرفتن. گفتن شما بر ما هر چی که بگین ما قبول داریم. اگر گفتین شراب حلال است ما کتاب کار نداریم. اون کس میگه اگر گفتی شراب حلال است، گفتم بله ما قبول داریم. کی است؟ عالم است، حبر است، بزرگوار است. این خب علت کفر سیکولرها چی است؟ حال سیکولرهایی که وجود دارن که طبیعت پرستا و سیکولر هستن و دموکرات هستن و سوسیالیست هستن و کمونیست هستن. وقتی سیکولر میگیم فکرتان باشه سیکولر یک فلسفه هست، یک فلسفه هست سیکولاریزم، و در پالوی ازی باز شاخه های ازی وقتی که خودش یک فلسفه کامل است، باز در پالوی ازی شاخه های داره که مثلا شاخه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و طرف. اصل سیکولاریزم وقتی که در غرب ایجاد شد، اینا به ضد کلیسا ایجاد شد. سیکولر به معنای کسی که بیدین است. سیکولاریزم یعنی لادینی، یعنی کسی که دین اصلا قبول نداره، هیچ دینه، یهودیت، نصرانیت، اسلام، هیچ دینه میگه ما قبول نداریم. اینا سیکولرها وقتی که در یک مملکت میرن یا تو مرحله به مرحله کار میکنن. در مرحله اول برای یک کس میگه که من با دین و عقیده تو کار ندارم، فقط ما میخوایم که در سیاست دین نقش نداشته باشه. بعضی مردم های که دین صحیح نمیفهمن این نقطه اول کتشان میپذیره که خب بعضی دلایل برشان میگه و این چون دین نمیفهمه قبول بکنه، میگه سیاست در سیاست دین نباشه.
درست است، دیندار برو باش، منتها در مسائل سیاسی ما خود ما قانون میسازیم. این مرحله اولیش است. در اونجا اول خیستن سکولرها در غرب گفتن به ضد کلیسا خیستن، گفتن کلیسا ظالم است و چطور است شان باید اینا را از ظلمشان بشانیم. مرحله اولش. مرحله دومش وقتی که قدرت گرفتن گفتن ما کلیسا را دین در سیاست اجازه نمیدیم. مرحله دومش بود. مرحله سومش فلسفه خود بیان کردن که باید دین در هیچ ساختار زندگی نباشه، از کلش برداشتن. سیکولاریسم دو شاخه تقسیم شد، یکی سیکولاریسم شرقی شد، یکی سیکولاریسم غربی. سیکولرهای شرق هستن که چین و اتحاد شوروی بودن، یا از نگاه اقتصادی و بعض مسائل با سیکولرهای غرب که اروپا و امریکا هستن اختلاف عقیدتی هم دارن. سیکولرهای اروپا و امریکا اونا میگن که دین در ساختار سیاست و در بخشهای جامعه، در قوای مقننه، در قوای اجرایه، در قوای قضاییه، در مکتب، در پوهنتون، در سرک، در اینجا دین نباشه. اما اونا در اروپا و امریکا میگه دین ما اجازه نمیتیم که در این مسائل در قانون داخل شود و در بین مردم تو بیایی در پوهنتون دینی تا داخل کنی یا در مکتب دینی تا داخل کنی. نه یا باید مطابق کنم قانون سیکولر باشه. اما اگر کسی خودش به شکل انفرادی میخواد که دین داشته باشه بره در کلیسا عبادت بکنه، بازور ما غرض نمیگیریم. یا سیکولرهای اروپا و امریکا هستن. از این خاطر میگم ما مسجد اجازه میتیم، ما مثلا روزه را اجازه میتیم، ما حج اجازه میتیم، دفاتری که مردم به حج روان میکنه یا اجازه میتیم، لکن کسی اجازه نمیتیم که بخواید دین در ساختار حکومت و در سیاست دخل بده. از این خاطر هر کسی که از سیاست گپ میزنه او را باز میکشه. اسلام امریکایی نمی است. اسلام امریکایی چی است؟ میگه تو مسلمان هستی یا بله مسلمان که هستی میتونی مسلمان باشی، میتونه مثلا دخترت یک دانه پتلون بسیار چسب بپوشه، باز کلگک خود یک دانه دستمالک بگیره می کلچه یک روی خود این یک جور کنه این قدر و انا بالا که سایل کنی چی است از این قسمت بالا محجبه هست، از اینکه پایان سایل کنی در هندوستان هم مترس که بری مثلا سایل کنی که اگان تا خوب پتلون کوبای چسب پوشیده و لباسای چسب است و قولایش هم روز چسب منطق سرکش او ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. این اسلام امریکن اسلام میگن ایران. پس اونا میخوان که هر دین که از میگه دین اینمی قسم است، مثلا این قسم باشه. از این خاطر شما باید دینتان در ساختار جامعه داخل نکنین، کس را مجبور نسازی، یعنی حق نداری که اولادت بگی که تو باید. پس سیکولرها چرا کافر شدن؟ پس فهمیدیم که سیکولرها چند قسم است. یکی سیکولرهای شرقی هستن، اتحاد شوروی و چین، و یکی سیکولرهای غربی که اروپا و امریکا هست. سیکولرهای اروپا و امریکا میگه دین باید نباشه، فلسفه‌اش اینمی است که باید اصلا دین وجود نداشته باشه، فراتر از عقل میگه ما چیز را نمیپذیریم، وحی را قطعا نمیپذیریم. سیکولر اینمی عقیدهش است. اگه کسی عقیده را نداشته باشه سیکولر نیست، دروغ میگه. پس اونا یکمه که معتدل هستن، یعنی اجازه میده که در مسجد و ایگپا و کلیسا کسی عبادت بکنه. سیکولرهای شرقی که اتحاد شوروی بود و چین بود، یا باز میگه که دین اصلا نه به شکل جامعه و نه به شکل فردی، در جامعه خود نباشه و نباشه، فرد هم حق نمیتیم که دیندار باشه. از این خاطر باید این فرد که دیندار است چی شوه؟ نابود شوه، کشته شوه. و همین کمونیستایی که در افغانستان آمدن یا سیکولرهای چی بودن؟ سیکولرهای شرقی بودن، استادای از اینا شوروی بود، یا برای اینا گفته بودن که چی از باز میگه اوه یک روز یکیش بر ما میگن دا وطن جوریگی چه 1 میلیون ملا و 2 میلیون چلیان داری چنیان. فهمیدی؟ مملکتی که میگه 1 میلیون ملا داشته باشه و 2 میلیون چانی داشته باشن ده هیچ نه جوریگی. گفتیم خیلی چی میکنی؟ فقط گفت سرای از یاد زده شود. از این خاطر در این پوهنتون از استاد گرفته تا شاگرد گرفته تا محصل گرفته تا ما صنف نو بودیم که کشته میرفتن. والله متعال هلاکشان کرد، رفتن و نابود شدن، روز آخرت جوابش میگن. پس سیکولرهای شرقی که هستن اینا چی هستن؟ اینا فلسفهشان چی است؟ خدایشان کی است؟ نفسشان است. خدایشان کی است؟
نفسشان است. نفسشان برشان میگه که اینی خوب است، این بد است، این زشت است، این فلانی. الله از سکولاریسم در قرآن گفته، بله در قرآن گفته که افرأیت من اتخذ الهه هوا. آیا ندیدین کسانی را که معبود خود، خدای خود، رب خود کی را گرفته؟ نفس خدا گرفته. نفس جان زنا چطور است؟ نفس میگه زنا کو، باز میخواد کارتتان بلند کنین، زنا در این مملکت پروا نداره. باز پسان دیگر از نماینده پارلمان کاکاکا میشن، همین کاکاکایی که لرکا را خوش داره نیوز لرکی. بازوها که میشه باز میگه هم جنسگرایی باشه، اینه نفسش برش هم جنسگرا. شراب باشه، اینی گپاره. پس وا چی هستن؟ خدایشان کی است؟ یا اکثر این مسئله رو به نام آزادی مطرح میکنه. این آزادی نیست. بعضی کسا فکر میکنه که من از دین آزاد شدم، ما آزادم. این آزاد نیست. این غلام کی است؟ غلام نفس خود است. از این خاطر یک شاعر آجی صاحب اگر فکر باشه، یک وقت ما در کتاب دری صنف صفحه 111 دری صنف 12 برای ما یک استاد ادبیات داشتیم، همین شعر برای ما تشریح کرده بود. شعر چی قسم بود که میگفت این طرفه حکایت است بنگر، روزی ز قضا مگر سکندر، میرفت و هم از سپاه با او، آن حشمت و ملک و جاه با او. قصه سلطان سکندر میکنه که میرفت و ناگه ز خرابه گذر کرد. یک وقت سلطان سکندر با می اسب و با می قوت و با گپای خود، لشکر خود از یک جای تیر میشه، یک قریز که خرابه است و خانه کونه است. پیر ز خرابه سر بدر کرد، یک آدم ریش سفید قرار در خانه کونه غریبانه شیشته و قرآن تلاوت میکنه یا درس میخونه یا چطور، یا کتاب را میخونه یا عبادت الله را میکنه. اسپران بدان مغاک چون گور، پیر از سر شغل خود نشد دور. سلطان سکندر به موجه اسب خدا برد و وامیش رای نزد، قرار هم تو شیشته دیگه. میگه ناگه سکندرش، بس سکندر دیگه سر خشم میایه، گفت برش میگه که بهر چی نکردی احترامم، آخر نه سکندر است نامم. دانی برای چیز میگه، دانی که منم به بخت پیروز، فرق همه عالم هستم امروز. سعی که غروره، میفهمی که من به بخت پیروز هستم، حالا فرق کل مردم هستم. دریادل و دل مثل چی وارست؟ دریادل و آفتاب رأیم، دل مثل دریا وارست، فکر مثل آفتاب است، فرق فلک است به زیر پایم. پیر از سر شغل بانگ برزد، خارزی محمد خیست و چت استاد شد در مقابلش. گفت این همه نیم جو نیرزد، کل از نیم جو نمیرزد. نه فرق و نه روی عالمی تو، یک دانه ز کشت آدمی تو. میلیاردها میلیارد مخلوق هست در آسمان ها، در زمین، در کهکشان ها، کلش مخلوقات الله است. یک مخلوقه که کوچک در بین میلیون ها میلیاردها مخلوق هستیم. حالا برش یک درس میده. برای چی میگن؟ میگه دو بنده من که حرص و آزند. میگه من نفس خدا سرش لغت ماندیم، نفس خدا غلام خود ساختیم. یعنی حرص خدا و آز و غرور و تکبر خدا چی کردیم؟ بنده خود ساختیم و تسلیم ما هست. دو بنده من که حرص و آزند، بر تو همه عمر سرفرازند. او دوتا را که ما بنده ساختیم، او دوتا سر تو پادشاهی میکنه. نفس را که ما غلام خود ساختیم، او نفس سر تو چی میکنه؟ پادشاهی میکنه. با من چی برابری کنی تو؟ چون بنده منی تو. درش میگه تو با ما جرباز نکن، تو غلام ما هستی. این نفس که ما بنده و غلام خود ساختیم، تو غلام نفست هستی. از این خاطر سیکولرهایی که میگن ما آزاد هستیم، بسیاری وقتا بر ما میگم نه این فریدام نیست. This is not freedom. شما غلام کی هستین؟ غلام نفستان هستین. خدایتان کی را گرفتین؟ نفستان گرفتن. ایده کجا هست؟ ما گفتیم میره بر ما قرآن یاد داده. در قرآن سکولاریسم گفته شده. گفتیم بله، قرآن میگه افرأیت من اتخذ الهه. آیا ندیدی کسانی را که خدای خود کی را گرفته؟ معبود خود نفس خدا گرفته. و اضله الله علی علم. همین آیت قرآن شریف تانو باز کنید بسیار خوب. سوره جاثیه آیت 23 امیر یک مرتبه یک دقیق مرور میکنیم. سپاره 25 الدخان، بعد از دخان الجاثیه.
قبل از سپاری ششم همین پیش. خب سوره جاسیه آیت 23 را میخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الهه هواه. میگه افرأیت، آیا ندیدی رسول الله صلی الله علیه و سلم من کسی را، افرأیت آیا ندیدی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، و آیا ندیدی ای کسی که امیال قرآن میخوانی، قرآن بر کل ما و شما خطاب میکنه، ندیدی من کسی را که اتخذ گرفته الهه، اله چی مانا؟ معبودی که ذاتش عبادت میشه و قانونش چی میشه؟ اطاعت میشه. کی را گرفته؟ هواه. کی را گرفته؟ هوا، خواسته های نفس خدا گرفته، یعنی غلام نفس خداست. و اضله الله علی علم، الله را گمراه کرده با وجود از اینکه خوب خدا عالم هم میگیره، خوب خدا دانشمند و پروفسور هم میگیره، لکن گمراه شده. و ختم علی سمعه و قلبه، چون این انسان بسیار تکبر کرده و ضد شریعت الله ایستاد شده و کفر ازی بالاخره زنگ در قلب شده تا قلبش سیاه شده، الله متعال در قلبش چی کرده؟ و ختم علی سمعه، و به گوشایش هم مهر نهاده شده. باز دیگه این گوش نداره که حق بشنوه، گوش فیزیکی داره، گوش حقیقی که حق بشنوه نمیشنوه. و قلبه، و به قلبش هم یک مهر گذاشته شده. و جعل علی بصره غشاوه، در چشماش پرده های گمراهی هست. ظاهرا بسیار چشمای کته کته داره لکن حق دیده نمیتونه. فمن یهدیه من بعد الله، باز کی بعد از الله کی میتونه این هدایت کنه؟ وقتی که الله این دشمن خدا اموت یک جزا را داده، که در طول عمر خدا اموت دشمنی با الله را اعلان کرده، باز این چی افلا تذکرون. و قالوا، و میگن امی سیکولرها، امی که سیکولرهای شرقی، سیکولرهای غربی، کمونستا، سیکولرهای شرقی را باز کمونیسم میگن. فهمیدی یعنی؟ سیکولرهای شرقی را چی میگن؟ کمونیسم و سوسیالیسم میگن. سیکولرهای غربی را چی میگن؟ کپیتالیسم باز میگن. و مکتبایشان باز و اردوش سیکولر هستن، اوش باز کپیتالیست هستن، یاش باز سوسیالیست کمونیست هستن. باز امی کمونیستا و کپیتالیستا و سوسیالیستا چی میگن؟ ما هی الا حیاتنا الدنیا، این نیست مگر امی زندگی دنیا. کل چیز کسی نمی زندگی چی هسته؟ دنیاست. نموت و نحیا، زنده میشیم و میموریم. و ما یهلکنا الا الدهر، ما را چی از بین میبره؟ یعنی زمان و وقت. خدایشان علیاذ بالله کی است؟ وقت از زمانه هست یا طبیعت است. میگه ما را کو میکشه، کوی میگه لوده، ما کی کار ازت گرفتیم؟ تمام رو سرمکت هست میریم چیز نمیگم، باز میگه مرا کو هلاکت کو کی؟ و ما لهم بذلک من علم، میگه بینا علم ندارن. اینهم الا یظنون، بازیا چی هستن؟ نیستن مگر که ظن گمان میکنن، همیشه در گمان زندگی میکنن، فقط گمان. و اذا تطلع علیهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. دلیلشان چی است؟ وقتی برشان بگیم میگه دلیلشان نمیست، میگه بیار پدرای ما را خیر بیار که ما اگر شما راستگوی هستین، پدر ما مرده، تو بگی خیر پدر مرده مو را زنده کو، کو که بیار یک مرده را زنده کو. قل الله یحییکم، برشان بفهمان که الله شما را زنده میکنه، ثم یمیتکم، باز میمیرانه شما را، ثم یجمعکم الی یوم القیامه، باز شما را جمع میکنه در روز قیامت که لا ریب فی، دوی شک نیست. ولكن اکثر الناس لا یعلمون، ولكن اکثر انسان ها نمیدانند. ولله، و خاص برای الله هست، ملک السماوات، مالکیت آسمان ها و زمین. و یوم تقوم الساعه، باز روزی که میگه قیامت برپا شود، یومئذ، دو روز، یخسر المبطلون، باز خساره میکنه انسان های کی؟ باطل کار. فهمید یعنی؟ و ترى كل امه جاثیه كل امه تدعى الى کتابها، میگه هر امت دعوت میشه به چی؟ به کتابش. بکش کتابشه، بکش دفتر اعمالشه، بکش. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، حال برتان جزا داده میشه به اون شکلی که شما عمل میکنین. الله میگه هذا کتابنا، الله برش میگه این همی کتاب ما هست، دفتر ما هست که تمام عمر تو را دور رساندیم. ینطق علیکم بالحق، این کتاب است که خود کتاب سخن میگوید.
فهمیدی یعنی حالا قلمای چیز خود نو برآمده، قلمایی که تو میمانی باز این الله در قرآن میگه خود کتاب چی میکنه؟ نطق میکنه. فلان وقت زنا نکردی، فلان وقت شراب نخوردی، فلان وقت کفر نگفتی، فلان وقت ضد اسلام گپ نزدی. میگه هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون. ما آنچه که شما عمل میکردین نسخه گیری میکردیم. نسخه گیری چی مانا؟ یعنی مثلا یک چیز هست تو رو کاپی میکنی، مثل کات پیست که میکنی، یعنی تمام اعمالتون یه چی هسته اما تو نسخه از اعمالتون اونجا هست که باز کات تصویر و فیلم براتون نشان میده. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ایراه بعینیه. یعنی اعمال نیکت باز روز قیامت میبینی. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا. اگر یک بندازی بسیار کوچک یک خرابی کرده باشی، دوربین الهی او را گرفته، ثبت است. یراه چی مانا؟ ایراه بعینیه فی یوم القیامت. باز امو عمل خود در روز قیامت به چشم خود باز میبینه، باز گفتن نمیتونه که صاحب ما این کار نکردیم. حالا بعضی اوقات یک نفر تکر میکنه نه در افغانستان، او میگه کی ملامت است، میگه ما این ملامت است. بعضیا که در خارج رفتن، در خارج هم باز میگه که صاحب این ملامت است، پلیس برش میگه گپ نزن دونت تاک، گپ نزن. چی گپ است؟ اینجا کامرا است، بکش فیلمش که نشان میده، باز این نفر که دروغگو است باز شرمنده میشه. صحیح نه؟ الله در روز قیامت همین قسم صحیح میگه که هذا کتابنا اینا کنا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات. پس اما کسانی که ایمان دارن و اعمال صالحه کردن، فیدخلهم پس اونا را داخل میکنه ربهم پروردگارشان فی رحمته در رحمتش. ذلك هو الفوز المبین. اینی کامیابی حقیقی است، آشکار است. و اما الذين كفروا، اما کسانی که کافر شدن باز الله برشان چی میگه؟ ملائکه برشان چی میگه؟ افلم تکن آیاتی، الله برشان میگه افلم تکن آیاتی تتلا علیکم. آیات نبود که آیات ما بر شما خوانده میشد، فاستکبرتم باز شما تکبر میکردین. و کنتم قوم مجرمین، و شما قوم مجرم بودین. سیکولرها را بر بیان میکنه. و اذا قیل ان وعد الله حق و ساعة الله ریب فیها. وقتی برای سیکولرای بیدین بگویی که ان وعد الله حق، وعده الله حق است، و ساعت و روز قیامت که است لا ریب فیها، در او شک نیست. قلتم گفتن که ما ندری ما الساعه، ما نمیفهمیم که روز قیامت چی است. ان نظن الا ظن، ما گمان میکنیم. و ما نحن بمستيقنین، و ما به این چیزا یقین نداریم. و بدا لهم سیئات ما عملوا، الله میگه باز آشکار میشه امو زشتی های آنچه که عمل کردن. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، و باز اینا را میگیره به اون چیزایی که چی میکردن؟ استهزا میکردن. امو استهزایشان اینا را خفک میکنن. و قیل الیوم ننساکم، باز الله برشان چی میگه؟ میگه الیوم ننساکم، امروز که نعمت های زیاد است، از این نعمت ها، از لیست نعمت ها شما را فراموش کردیم. این بسیار سخت است. از چی فراموش شده باشی؟ از لیست نعمت های الله. میگه امروز شما را چی کردیم؟ ننساکم، شما را فراموش میکنیم. که ما نسیتم لقاء یومکم هذا، مثل که شما این روز ملاقاتش چی کردین؟ فراموش کردین. و مأواکم النار، و جایگاه شما دوزخ است. و ما لکم من ناصرین، و بر شما کدام کمک کننده نیست. چرا؟ ذالک بانکم اتخذتم آیات الله هزوا. ای به خاطر چی به دوزخ میرین؟ به خاطر چی شما از نعمت ها، از لیست نعمت ها ماندید؟ یعنی یک نفر در روز قیامت از لیست نعمت ها میمونه. لیست نعمت است برای این تعداد مردم چشم داده شود. این بیدینا و کافرها و ملحدین که از کور هستن. فهمیدی؟ یعنی آیت قرآن دیگه چی میگه؟ و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما. باز اینی قسم است. باز الله متعال روز قیامت چی؟ کور. این از کور چشم نداره، کر از این نعمت مانده، از کل نعمت ها. ذالک میگه چرا این جزا را الله براتان میده، شما را از نعمت های خود محروم میسازن. بانکم اتخذتم آیات الله هزوا، به خاطر از اینکه شما سیکولرها عادت دارین که وقتی دین براتان گپ زده شوه مسخرگی میکنین. فهمیدین؟ نه همین دعوتگرایی که قرآن صحیح میفهمه بازی جگرخونی نمیکنه. چرا؟ میگی سیکولر یگان تا که یگان گپ میزنه، میگه صاحب ما گپ زدم خفه نشدم. میگم نه خفه نشدم. چرا استاد خفه نشدم؟ کافر عادتش است. کافر عادتش است. کافر
ان الذين اجرموا، قرآن میگه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. مجرما چی عادت دارن؟ سیکولرهای بیدین کافر. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. اول عادتشان سر مسلمانا خنده میکنن. و اذا مروا بهم يتغامزون، وقتی که یک چند نفر مسلمان شیشه باشه یک سیکولر تشه باز یتغامزون، تو یک اشاره که دیدی سیکولر اونو ولی سیک باز استاد دایی شیشه سیک جواز شیشه جوانا را خراب میکنن. و اذا مروا بهم یتغامزون و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فکین. پیش در خانه خودش که بری کلش فکایی گفتن و روش خندی و ساتیری است، تلویزیون چالان است، قرآن کل چیز میگه بر ما. شما که قرآن صحیح بخونیم. و اذا مروا بهم یتغامزون و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فکین. و اذا رأوهم، وقتی که میگه مسلمان‌ها رو ببینن باز چی میگه؟ و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء ضالین. اصل گمراه اینمی شماست، اصل گمراه اینمی مولویاست، اصل گمراه اینمی استاداست. میگن نمیگن؟ این قرآن 14 قرن. از این خاطر وقتی که بفهمی الله میگه اون کافر نمترس، چرا خفه میشی؟ ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا و غرتکم الحیات الدنیا. چی شما را مغرور ساخت؟ زندگی دنیا. وسیله غرورشان چی است؟ زندگی دنیا هست. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض. و کبریا عظمت به کی شایسته است؟ به الله که ذات عزیز و حکیم است. قرآن بسیار مزه‌دار است نه؟